بچه ها امروز دو دیه 1404 دارم فیلم میگیرم از هوا. اینجا کریزک بیزراه. انقدر هوا کثیفه که اصلا حد و حساب نداره. یعنی باورتون نمیشه حالتون از این هوا به هم میخوره. خدا شده گلو درد گرفتم امروز. اول صبح گفتم اینو یه فاتحه بفرستیم واسه مرده هامون. خدا بیاموز. بسم الله الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرسم دقیقه سال خونه. بسم الله الرحمن الرحیم. این امروز اولین فیلمیه که دارم ضبط میکنم. یه برنامه راست و حسینی ضبط کنم واسه ملت خودمون. حالا هر کی با من پایه شد دمش کم، هر کی منو دنبال کرد دمش کم. یکی از بزرگترین آرزوهایی که دارم اینه که بتونم یک کمپینگ خیریه بزنم با کمک شما. خیلی اینجا هستن که احتیاج به کمک دارن، بتونیم کمکشون کنیم. چون میبینم که هیچ اتفاقی واسه این نمیفته. با این اتفاقایی که داریم میبینیم تو کشور میفته، هر دم به دقیقه یه چیز داره گرون میشه و فلانا. اینا از خط فقرم دارن همینجوری خودم هم همینم ولی اینا دیگه واقعا احتیاج به این چیزا دارن. یا آخرش میره اینجا آدم یا تو بیزرا خانه ابدی. خدا کنه فقط خوب بیایم سالم بیایم. خدا هوامون داشته باشه. اینا که دیگه هوامون ندارن، این از هوا و زمینمون گذاشتن. بچه ها ببینم امروز این برنامه‌ای که درست میکنم صحبت‌های خودمه، کارهای خودمه که از این به بعد خودم الان اولین نفرم برنامه رو دارم میزنم. شما هر کدومتون که اضافه بشید به من، اول خدا رو شکر میکنم، دمتون گرم که دارید اضافه میشید و بتونیم به خیلی کمک کنیم. این اولین برنامه رو میذارم، بازی توش زیاد باشه. شماره هم میذارم که بتونیم با همدیگه کانکت بشیم، اینا رو کمک ها رو برسونیم به دست خیلی از مردمون که احتیاج دارن. دمتون گرم بچه ها.